بعد اومدم اینجا گفتم احتمال روی دادن حالتهای مطلوبمون میشه تعداد حالتهای مطلوب تقسیم بر تعداد کل حالتها که تعداد حالتهای مطلوبمون 6 تا بود، تقسیم بر 36 که کل حالتهامون بود. دو تا تاس داریم دیگه، 36 میشه. بعد گفتم 6 36 میشه همون 1/6، ساده کردیم. بعد اومدم این سمت گفته چی؟ دو عدد رو شده فرد باشد، یعنی واسه ببینم 9/6. نه این واسه یه چی دیگه است، حالا بماند. جواب اینم که نوشتم حالا چیزی نیست دیگه. این صفحه هیچی نداره. سوال جالبم نداشت اینجا. از این سوالا من خیلی خوشم میاد. سوال تخمی و راحت. در جعبه 4 مهره قرمز، 3 مهره آبی و 6 مهره سبز وجود دارد. اگر یک مهره را تصادفی از جعبه خارج کنیم چقدر احتمال دارد؟ الف، این مهره سبز باشد. تابلوه دیگه. 6/13، 6 تقسیم بر تمام مهره ها دیگه. بعد گفته چی؟ قرمز یا آبی باشد. 7/13. آبی نباشد. جمع قرمز و سبز رو باید بزنیم رو صورت. 10/13. اینم که ول کن. بدون این یکی صفحه ببینم چه تری. این یکی صفحه رو صفحه اول بود، اینو توضیح دادم ویدیوهای قبلی. بدرود. ویدیو بعدی هم فارسی رو میذارم اگه خدا بخواد.